خدمت دوستان عزیزم. امروز با مبحث زوگزوانگ در خدمت شما هستم و در این وضعیتی که میبینید رخ در مقابل اسب رو داریم و در اینجا میبینید که اسب دچار مشکلاتی هستش و محدود شده و میخوایم از این ضعف استفاده بکنیم. ببینید بچه‌ها، سوار اسب یعنی مهره اسب جز سوارهایی هستش که حرکات محدودی رو داره که از این حرکات محدود و این ضعفی که مهره اسب داره در این وضعیت میخوایم استفاده بکنیم و اون رو به دام بیاندازیم. یک توضیح مختصری رو من اول در باره زوگزوانگ خدمتتون عرض بکنم دوستان. ببینید، زوگزوانگ به وضعیت‌هایی گفته میشه که در اون حریف یا بازیکن به اجبار مجبور به انجام حرکاتی هستن که میتونه حتی براشون ناخوشایند باشه، یعنی مجبورن حرکاتی انجام بدن که وضعیتشون بد و بدتر بشه که حتی در اون مهره‌ای از دست بدن و حتی منجر به باختشون بشه. خب در این وضعیت میبینید که اسب محدود شده، یعنی به حاشیه صفحه کشونده شده و مهره رخ میتونه با تهدیدهایی که روی اسب انجام بده میتونه که این مهره رو به دام بیاندازه. در اینجا حرکت اول و درست توسط رخ سفید حرکت رخ ایسه هستش. ابتدا حمله میکنیم به اسب و اسب مجبور به حرکت هستش. ببینید در اینجا حرکت اسب C1 خب با چنگال مواجه میشه که اشتباه هست و حتی اسب C3 هم که مستقیم با رخ با حرکت رخ مواجه خواهد شد. به اجبار اسب به خونه G1 باید بیاد در این وضعیت و رخ مأموریت خودشو به خوبی به پایان رسوند و حالا نوبت حرکت رو به شاه میده. در اینجا حرکت بعدی توسط شاه به خونه F5 انجام میشه. بهترین حرکت سیاه شاه D4 هستش. ببینید اسب حرکتی رو نداره، هر جا بره خورده میشه. پس به اجبار همون زوگزوانگ که خدمتون گفتم حرکات اجباری هستش که در اینجا میبینید داره انجام میشه و سپس شاه سفید به خونه F4 میاد. شاه در اینجا با خودتون بگین خب چه کاریه؟ خب در اینجا مثلا خب ما اول چرا شاه نیومد F4 که این بهتر بود، زودتر به اسب میرسیدیم و هدفمون زودتر انجام میشد. ببینید بچه ها، شاه F4 یه حرکت سریع هستش، یعنی ببینید شاه F4 که انجام بشه در اینجا شاه سیاه به خونه D4 میاد و اینجا بهتره که اینجا بگم که خود سفید در حالت زوگزوانگ قرار میگیره. چطوری؟ ببینید مثلا بهترین حرکت خب رخ E1 هستش. خب از لاین اسب H3 فرار میکنه و شاه باید بهش حمله بکنه و از طریق G5 خب اسب در میره و این وضعیت خوب از دست میره. حتی به صورت مورب بخواد به اسب حمله بکنه با یکیش خب در میره. پس حرکت شاه F5 به این دلیل انجام شد که اگر حرکت شاه سیاه به خونه D4 انجام بشه اون وقت شما میتونید با تمپ، با یه حرکت تمپی اون وقت شاهتون رو به خونه F4 ببرید که نوبت حرکت رو به شاه سیاه بدید. در اون وضعیت قبلی دیدید که در این وضعیت نوبت حرکت با سفید بود که جالب نبود. خب در اینجا اون حرکت F5 باعث حرکت تمپی به خونه F4 شاه شد و باعث شد در اینجا نوبت حرکت به سیاه داده بشه که به اجبار شاه مجبور برگرده به بالا، مثلا خونه D5 و در اینجا
شاه ادامه حرکاتش انجام میده و به اسب نزدیک میشه. دیگه اینجا حرکات شاه D4 یا حرکت های دیگه فایده نداره و اینجا بلافاصله رخ به اسب حمله میکنه و این مهره از دست میره. پس خیلی دقت کنید که توی ترتیب حرکات خیلی عجله نکنید. خیلی ساده هست، بعضی اوقات حرکات خوب با یه دقت پیدا میشه. این مبحث ما هم به اتمام رسید. امیدوارم که روزای خیلی خوبی رو در پیش داشته باشید و موفق و پیروز باشید.